سلام، این اولین ولاگیه که میخوام شروع کنم. خب امروز قراره هوام رو به تاریکی. امروز قراره اولین ویدیو من تو این چنل باشه اگه این ویدیو رو آپلودش کنم و بذارم و کلا نمیدونم راستش رو بخوایم باید چی کار کنم در حال حاضر، چون نتونستم از صبح ویدیو رو شروع کنم و الان ساعت 3 خورده ایه، نمیدونم دقیقا 3 چنده و اینجا استارت گرفتن ویدیو رو زدم. و یه چیز دیگه هم هست، این ترم اولین دانشگاهیه که من الان اومدم، یعنی این دانشگاه کاملا برام جدیده و nemiدونم حتی کلاسا تو کدوم یکی از ساختمونا برگزار میشه، چون که من تو این دوره از تحصیلم تا دلتون بخواد دانشگاه عوض کردم به دلایل مختلف. یکی از دلیلاش این بود که ما اولین بار همون اول شروع دانشگاه توی دانشگاه درس میخوندیم، بعدش گفتن یهو بر خودشون گفتن که دانشگاه داره انتقال پیدا میکنه. خلاصه ما انتقالی گرفتیم اومدیم یه دانشگاه دیگه اومدیم. بعد یه مدت گفتن که دیگه نمیتونیم دانشجو بپذیریم و اینا، قراره کلا اصلا دانشگاه جمع کنیم در این حد. خلاصه ما رفتیم دانشگاه آزاد. دانشگاه آزادی نبود که نزدیک خونمون باشه و یه جای دیگه بود که کلا من از این ور شهر باید میکوبیدم میرفتم اون ور شهر. خیلی برام اون یه ترم واقعا سخت بود. به خاطر همین تو این ترم جدید الان من توی دانشگاه جدیدم و اولین باری که اومدم تو این دانشگاه و خیلی برام عجیبه. یه جوریه دیگه، حس غریبگونه ای دارم، ولی حالا میدونم ما عادی میشه و اینا. بعد اینقدرم این ترمو دیر شروع کردن و به خاطر اینکه خودشون این ترمو دیر شروع کردن به ما واحدای خیلی کمی دادن، یعنی الکی الان من مثلا واحد کم تونستم بردارم دیگه. الان همینجوری دیگه سرتون درد آوردم. خلاصه همین. حالا امروز رو با من باشین، فکر کنم تا شب بشه هوا بازم با همیم، چون که من نزدیک ساعت 7 اینطوری دانشگاهم تموم میشه. موقت نیست، ازدواج موقت نیست. کلاس اول تموم شد، داریم آماده میشیم برای کلاس دوم. تا رسیدم من جزوه گرفتم. خب کلاس تموم شد، داریم میریم. شب شد دیگه، برم خونه. خب من رسیدم خونه، الانم چای ریختم، چای بخورم. البته من نریختم، پرجیس ریخت برام. چای بخورم دیگه، مجبورم ویدیو رو همینجا تموم کنم چون که مهمون داریم تو خونه دیگه، نمیتونم ویدیو رو ادامه بدم دیگه. همین دیگه، خدافظ.